سه رأس لاریجانی هر کدوم جای مطالعه خودشونو دارن. از اونی که رئیس دستگاه جنایتیه که تو رژیم آخوندی بهش میگن قوه قضاییه، تا اون یکی که سر مجلس ارتجاعه که اساره رذائل نظامه و جوادشون هم که برای خودش داستانها داره. این یکی علاوه بر این که مثل بقیه مقامات رژیم یک ملغمه عجیب و غریبی از دروغگویی و پشت هم اندازی و دریدگی و ایناست، به شدت هم ندید بدید تشریف داره، به طوری که حتما باید کلمات انگلیسی رو تو مصاحبهش در حد مشمئز کننده‌ای به کار ببره وگرنه دل درد میگیره. حالا نزدیک 40 سال پیش دانشجو بوده، یعنی اگر توی این 40 سال فارسی رو از کلاس اول اکابر هم شروع میکرد، الان قاعدتا باید میتونست یه جوری معمولی حرف بزنه. ولی به جای اینکه توضیح بدم، خواهشاً 1 دقیقه حرفاش رو تحمل بکنین تا ببینیم ابلهی که به فراموش کردن زبان مینازه چجوری میشه. اون مناقشات روتینه، این که مذاکره روتین هم نیست، پیچش بدیم تا فیت کنه به این شرایط. این بنابراین روتینه. بلک اوت خبری داشته باشیم یه ضرر دیگه داره. این بلک اوت خبری یعنی مذاکره نیست که ما در یک بارگین بده بسونیم. مناقشه به عنوان دیسپیوت پولیتیکال اکانومی هست. نان پرولیفریشن دنبال کنید، آنتاچبل پایگاهی است برای اینکه لانچ بشن. ترانسپرنسی است. ما خیلی آدمای متیکولس هستیم از لحاظ کامبت و از لحاظ فیس سیوینگ، یعنی قابل ترید آفه. اسکیجول کارمون برداریم، سکیوریتی نیروگاه ها، سوخت را از مارکت جوینت این انجام بدیم. اینی که ملاحظه کردین همش از بخشی از یک مصاحبه اخیرش در اومده، یعنی مال مصاحبه های مختلف نیست، همش مال یه مصاحبه بود. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی شده با